از مشاهده‌ها برمی‌آید که اکثر پیاده‌گردان نظر به گذرگاه زیرزمینی گذشتن از کوچه سیرماشین را برای خود بهتر می‌دانند. همگی چند لحظه کفایه است که این منظره را در نزد گذرگاه زیرزمینی موضع پنجشنبه مشاهده نماییم. راه همین طرف بود، هم برای مجبور شدم دیگر روز ما پاستیان پازیم که میگذاشتم مجبور شدم طرف گذاشتم. وقتم تنگتر بود، همین راه ضرور بود من به همین طرف کارم بود. یک قسم پیاده‌گردان باشند سبب عبور راه ماشینگذار را به وقت تنگی و گروه دیگر به وضع سلامتیشان وابسته می‌کنند. Переходами я не могу пользоваться, потому что я падаю на лестницах. Поэтому? Да, я болею. Я старый человек, и мне трудно там ходить по переходу. На лестницах у меня голова кружится, я падаю, поэтому я не хочу падать. تمام 9 ماه اخیر در شهر خوجند 48 صدمه رخ داده است که از این 23 حادثه به اشتراک پیاده‌گردان میباشد. ناظران راه میگویند که اکثر صدمه‌های نقلیاتی در موضع‌های سیرحرکت به وقوع میآیند. یکی از آنها موضع پنجشنبه میباشد. هرچند در اینجا دو گذرگاه موجود است، اما کم نیستند نفرانی که سیله اتوماشین‌های سیرشمار را بریده از این طرف به آن طرف کوچه میگذرند. طبیعی اساسی هنگام صحبت واقعی با پیاده‌گردان معلوم میشد که تنقیص میکشند که راه زیر زمینی وقتی بسیار میگیرد و برای آنها تیزتر است از راه نقلیات گرد گذارند. نه که این نشه فکر نمیکنند که جای خود سلامت خود زیر خطر میماند. به اطلاع ناظران راه به خاطر پیشگیری صدمه همه روزه در جایهای سیر آدم نوبتداری میکنند، ولی وقتهای اخیر امکانی برطرف کردن حالتهای صدموی مشکل شده است. از یک طرف زیاد شدن شماره نقلیات، از طرف دیگر رعایت نشدن قاعده‌های حرکت هر لحظه حالت صدموی ایجاد می نماید.